سلام به ولاگ خرم‌آبادگردی من و مامان بابام خوش اومدین. اینجا علوی و بابا مامانم منتظر بودن که من برسم. از علوی رفتیم 12 برجی بازار قدیم خرم‌آباد. اینجا کلی مغازه قدیمی و سنتی هست. از اونجا رفتیم یکی از کوچه های قدیمی بازار که بابا کلی خاطره داشت و اونجا بود که من متوجه شدم متاسفانه میکروفونم رو با خودم نیاوردم و تا آخر ولاگ مشکل ضبط صدا داشتم. بعدش هم رفتیم محله قدیمی پشت بازار. این خونه قدیمی که به خونه خورشیدی معروفه، یکی از قدیمی ترین خونه های این محله است و فکر میکنم قدمتش برمیگرده برای زمان قاجار. کلی اتاق داره و یه حیاط و یه حوض که وسط حیاط قرار داره. اینجا من کنار یکی از اتاقای قدیمی خونه وایسادم که یه در خوش رنگ و چوبی داشت. بابا هم اینجا داره با اهالی خونه صحبت میکنه. بعدش وارد یکی از کوچه ها شدیم که بابا میگفت اسم این کوچه کاکاونده. توی این کوچه هم یک حالت نمایشگاه تور برگزار کرده بودن از عکسای قدیمی هیئت‌های پشت بازار. بابا به عکس‌ها نگاه میکرد و چهره‌های آشنا زیادی بینشون میدید. مثلا این عکس رو بابا گفت که ایشون قدیما حلیم درست میکرده. بعدش وارد خیابون کمربندی شدیم، خیابون شهید کرمی که خونه قدیم بابا مینا و بچگیای من توی این خیابون بود. این مغازه هم که میبینید من و خواهر برادرم موقعی که بچه بودیم خیلی ازش خرید میکردیم، یادش بخیر. بعدش هم کلی خاطره رو اینجا مرور کردیم با هم دیگه. حتی رفتیم دم خونه چند تا از همسایه‌های قدیمی در زدیم و باشون احوال پرسی کردیم. مسیر رو به سمت بازار ادامه دادیم و این بار از سمت کمربندی وارد بازار شدیم، جایی که بابام از خاطرات بچگیش برام میگفت. بابا کلی از رونق این بازار و مغازه‌هایی که اینجا بود تعریف میکرد و میگفت موقعی که بچه بوده از خیابون سعدی با بچه‌ها و دوستاش میومده اینجا و خرید میکرده، اما موقعی که من دوربین در میبردم که صحبت کنه بابا یه اون پشت دوربین بوده، حالا که میخواد جلو دوربین صحبت کنه. اینجا بابا از چرخ گوشتای قدیمی میگفت که حتی کار باشون سخت، چون چرخ یا دستی بین بعد یاروش بودش نمیرسه مثلا این جای ساختنه چرخ. بعدش رفتیم سمت میدان گب و خیابون حافظ. این در هم در بازار طلا فروشی است که تو خیابون حافظ باز میشه و به تازگی عوض شده. در قبلیش قدیمی بود، این در جدید ایراد مهمی داره. بعدش هم از کنار خونه‌های قدیمی گذاشتیم. این هم یکی از خیاطی های قدیمی خرم‌آباد بود. وارد خیابون 24 متری شدیم و رفتیم سمت گرمابه باشی که یکی از حمام‌های قدیم خرم‌آباده که اونجا یه نکته جالبی بود. تابلوی گرمابه باشی رو سالها پیش بابای من نوشته بود و اسم کوگانی زیر تابلو هنوز بودش. بعد رفتیم داخل حمام رو ببینیم، اون قسمتی که حوض داشت و جایی که لباس و وسایلشون رو تحویل میدادن. اینجا هم بابام اومد که فیلم بگیره، اینقدر محو تماشا بود و اینقدر محو فیلم گرفتن که من هرچی ازش سوال می‌پرسیدم متوجه نمی‌شد. اینجا ازش پرسیدم چند سال بوده اینجا اومدی که به من جواب نداد، اما اینجا رو گفت که حمام اصلی اینجا بوده و مردم اینجا چند سال قدمت داره اینجا؟ 180 سال و 2 تا حموم، یکی او بغل دستم کرده حموم ایشون یهودی‌ها. کلی اطلاعات جالب راجع به حمام دادن که من بعداً توی ولاگ جداگانه براتون میذارم. دیگه تقریبا میشه گفت ولاگمون تموم شد. من و مامان و بابا رفتیم سمت مغازه. اینجا هم که بابا داره با مغازه‌دارای اطرافش سلام و احوال پرسی میکنه. امیدوارم خوشتون اومده باشه.